در سال 2007 در خانواده بسیار معمولی پسری متولد شد. پسری که خیلی هم خوش‌آدم نبود. 3 سال پس از تولد پسر، پدر و مادر خانواده جدا میشن. اما این پسر رو ول نمی‌کنن و در طول زندگی کنارش میمونن. 1 سال بعد در سن 4 سالگی فوتبال رو در باشگاه محلی تورتا آغاز کرد. پس از عملکرد خوبش در مسابقات توسط کارشناسان باشگاه بارسلونا شناسایی شد و برای تمرینات به آکادمی لاماسیا دعوت شد. کم کم و با پشت کار در سن 15 سالگی اولین بازی رسمی خودش رو با پیراهن تیم بارسلونا به سرانجام رسوند و خودش رو به کل جهان ثابت کرد. در حال حاضر این پسر 19 سال هم نداره و یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی اسپانیاست. درسته، لامین یامال این پسر سختگوشه که به تنهایی تونسته خودش رو به این مرحله برسونه. حالا تو بهم بگو، به نظر چند سال دیگه یامال به توپ طلا میرسه؟ اگه میخوای هر روز دانستنی‌های جذابو داشته باشی، جهان دانستنی رو ساب کن.